سلام عزیزان، به آلمانی با علی خوش اومدید. وقت شما بخیر. امروز میخوام با شما تفاوت‌ها و کاربردهای دسوگن و وایل رو کار کنم. در سطح A2 و B1 این دو ساختار مطرح هستند و شما بهتره که بلد باشید با اینها به راحتی جمله بسازید و در واقع تفاوت‌های اونها رو هم بلد باشید. خب بریم چند تا جمله با هم فارسی بنویسیم، بعد بیام اینها رو آلمانیشون رو هم در واقع یاد بگیریم با هم دیگه. مثلا اولین جمله‌ای که من میگم اینه، میگم بارون میباره، به همین دلیل باران میبارد، به همین دلیل من در خانه میمانم. و جمله‌ای که دوباره جمله متناظر بر این باشه، یعنی جمله‌ای که شبیه به همین باشه و حالا یک کمی جابجا شده، میتونه این باشه: من در خانه میمانم چون که باران میبارد. درسته بچه‌ها؟ چون که باران میبارد. و حالا جمله بعدی، الان دیر وقته، به همین دلیل باید ما برویم. به همین دلیل بایستی ما بریم. میگه آقا الان دیر وقته، به همین دلیل ما بایستی بریم. خب این از میگه چی؟ میگه ما باید برویم. چرا باید بریم؟ چون که دیر وقت هستش. یا کنید در یک سری از جملات، در جمله اولی ها ابتدا علت میاد، باران میبارد، به همین دلیل، بعد جمله بعدی. یعنی در این سری از جملات اول علت میاد. در جمله دو ما، من در خانه میمانم چون که باران میبارد، این در واقع دلیل بعد از چون که میاد. خب و دلیل در جمله دوم میاد. در جمله الان دیر وقته، به همین دلیل ما باید بریم، دلیل در جمله اول اومده و بعدش یه به همین دلیل گفتیم و بعد جمله بعدی. یا جمله‌ای که ما جمله یه جورایی اکسیون ما باشه، جمله فعالیت عملیمون باشه. در جمله بعدی ما میگیم ما باید برویم چون که، و بعد از چون که در واقع دلیل رو میان. چرا باید بریم؟ چون که دیر وقت هستش. خب جمله بعدی، من گرسنه هستم. میگه اینجا دلیل آوردم، من گرسنه هستم، به همین دلیل باید مثلا یه چیزی بپزم. من گرسنه هستم، باید یه چیزی به همین دلیل بپزم. اول دلیل آوردم، بعد گفتم به همین دلیل، بعد حالا یه جمله دیگه آوردم. خب اگه بخوام بگم باید من یه چیزی بپزم چون که گرسنه هستم، در واقع اینجا ابتدا یه جمله آوردم، بعد چون که، بعدش دلیل. یعنی چی؟ یعنی ما یا اول دلیل داریم، بعد میگیم به همین دلیل و ادامه یا حالا جمله، یا یه جمله داریم، جمله مثلا جمله عملی ما باشه، جمله فعالیت عملی ما باشه، یه کاری انجام میدیم و چرا این کار رو انجام میدیم؟ خب مثلا جمله اول، بعد میگیم چون که، بعد چون که ما دلیل رو میاریم، در واقع چون که سپس دلیل رو میاریم. یعنی چی؟ یعنی دلیل یا قبل از به همین دلیل میاد، یا جمله دلیل بعد از چون که میاد. خب به همین پایین که ما مثال داریم، یه دو تا مثال بزنیم. همین پایین که من اینو گفتم، یه دو تا مثال بزنیم. خب من گرسنه هستم، به همین دلیل باید یک چیزی بخورم. Ich habe Hunger, من گرسنه هستم، به همین دلیل. deswegen, because of that, deswegen انگلیسیش میشه because of that. خب deswegen در واقع قیده و باعث میشه فعل در جایگاه دوم بیاد و بعدش ضمیر. deswegen muss ich etwas essen, به همین دلیل باید من یک چیزی بخورم. یا ما میتونیم بگیم که ich muss etwas
اسن من باید یک چیزی بخورم. بعد وایل رو بیاریم و بعدش دلیل وایلیش هونگا هابه. خب نگاه کنین قضیه چیه. وایل باعث میشه که فعل شما بره آخر جمله. وایلیش هونگا هابه. اما deswegen چون که قید هستش صرفا باعث میشه که فعل شما در جایگاه دو بیاد و نگاه ضمیره که میره جایگاه سه. یعنی چی؟ این در حالت عادی این شکلی بوده. ببینید ich muss etwas essen. وقتی که deswegen اومده به این شکل شده. deswegen muss ich etwas essen. این شکلی هستش بچه. deswegen muss ich etwas essen. خب بریم سراغ باقی جملات مثال ما. خب این جمله من گرسنه هستم به همین دلیل باید چیزی بخورم میشه چی؟ ich habe Hunger. اینجا دلیل deswegen یعنی چی؟ یعنی به همین دلیل یا بنابراین. deswegen muss ich etwas essen. خب و اگه من بخوام این جمله رو به نحو دیگه مثلا بگم این شکلی میشه ich muss etwas essen weil ich Hunger habe. من باید یه چیزی بخورم چون که و جمله دلیل ما که این جمله قرمز رنگ باشه بعد از وایل میاد. خب پس جمله دلیل جمله بیان علت یا بعد از وایل میاد یا قبل از deswegen میاد بچه ها. این هم از این. خب بریم سراغ جملات دیگه‌مون. خب گفته چی؟ گفته که باران میبارد به همین دلیل من در خانه میمانم. به همین دلیل میشه چی بچه ها؟ میشود deswegen. باران میبارد چی میشه؟ es regnet. باران میبارد es regnet. خب به همین دلیل deswegen bleibe ich zu Hause. باران میبارد به همین دلیل من در خانه میمانم. خب پس جمله در واقع چیز ما جمله دلیل ما که باران میبارد باشه اینجا قبل از deswegen اومده es regnet. دلیل در خانه موندن ما چیه؟ باران باریدن. و یا میتونه بعد از وایل بیاد جمله دلیل ما. نگاه کنید ich bleibe zu Hause. چرا حالا؟ weil es regnet. بچه ها اینجا در واقع وایل باعث میشه که فعل ما بده آخر جمله و جمله در واقع دلیل ما یا بعد از وایل میاد یا قبل از deswegen. خب ich bleibe zu Hause weil es regnet. خب اینجا چون جمله‌مون کوتاهه همون es regnet هست شما نمیفهمی که فعل جمله رفته آخر. من یه جزء به این اضافه کنم es regnet draußen. بیرون باران میبارد. es regnet draußen. خب es regnet draußen deswegen bleibe ich zu Hause. حالا بعدی ich bleibe zu Hause weil es draußen regnet. خب اینجا متوجه میشین که جمله ما فعلش در واقع رفته آخر. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع while فعل جمله رو میفرسته آخر. ما یه ساختار دیگه داریم که همکاربرد با while هستش اما گرامرش کمی متفاوته. این جمله رو ببینید ich bleibe zu Hause. من در خانه میمانم denn es draußen regnet. خاطر اینکه بیرون در واقع بارون میباره. خب این دس نیستش بچه ها دن هستش. خب یک بار دیگه از اول بگم یک گرامری داریم یک در واقع ساختاری داریم که با while همکار برده اما گرامرش متفاوته. چه شکلی؟ while فعل جمله رو میفرسته آخر while draußen regnet. اما then که با while همکاربرد هستش در واقع این کارو نمیکنه. نمیفرسته آخر جمله. چی کار میکنه؟ خب همون جایی که فعل باید باشه میمونه. نگاه کن ich bleibe zu Hause denn es regnet
draußen denn es regnet draußen خاطر اینکه بیرون بارون میباره. نگاه کنید انگار اصلا دن وجود نداره. es regnet draußen بیرون بارون میباره. denn es regnet draußen چون که بیرون بارون میباره. اینم از. خب بریم بعدی. بریم اون جمله‌ای که اول نوشتیم ich habe Hunger. اینم با دن بنویسیم. نگاه جمله اون این بوده. Ich muss etwas essen weil ich Hunger habe. من باید یه چیزی بخورم چون که گرسنه هستم. درسته؟ خب اگه من بخوام با دن این جمله رو بسازم چی میشه؟ میشه ich muss etwas essen denn خب ich habe Hunger denn ich habe Hunger. پس جمله دلیل یا بعد از while و then می آید در واقع از این یا بعد از while و then میاد خب یا قبل از deswegen میاد ich habe Hunger deswegen muss ich etwas essen یا میگم ich muss etwas essen weil ich Hunger habe. این جمله دلیل هستش و وقتی که while بیاد فعل جملت میره آخر یا اینی که جمله دلیل بعد از then میاد ich muss etwas essen denn ich habe Hunger. و چه اتفاقی میفته فی الواقع؟ خب فعل در جایگاه خودش میمونه. خب then یک جایگاه صفر هستش و باعث نمیشه که در واقع ساختار جمله به هم بریزه یا مثلا فعل شما جابجا بشه. نمیشه. این سه تا جمله رو در مقایسه با هم دیگه داشته باشید. بریم سراغ یه جمله دیگه. الان دیر وقته به همین دلیل ما بایستی برویم. الان دیر وقته این جمله دلیل شماست. به همین دلیل هم میشه چی بچه ها؟ میشه deswegen. deswegen به همین دلیل میشود deswegen. خب es ist zu spät الان دیر وقته deswegen müssen wir losgehen zum Beispiel. deswegen müssen wir losgehen. خب جمله دلیل شما چیه؟ es ist zu spät الان دیر وقت الان دیره خب دیرمونه بچه ها es ist zu spät es ist zu spät دیرمونه به همین دلیل ما بایستی بریم. به همین دلیل هم میشه چی بچه ها؟ deswegen. توی زبان انگلیسی اگه بخوایم این رو یاد بگیریم در انگلیسی در واقع این میشه because of that. because of that. that's too late. because of that we must go. خیلی دیره به همین دلیل ما بایستی بریم. خب حالا در جمله ما بایستی برویم چون که دیر وقت هستش. خب جمله دلیل کدومه؟ دیر وقت هستش جمله دلیل ما هستش. جمله هستش که دلیل رو بیان میکنه. خب اینجا بعد از while میاد یا بعد از در واقع then میادش. نگاه کن. خب wir müssen losgehen ما بایستی برویم. چرا؟ weil es zu spät ist. weil es zu spät ist خاطر اینکه خیلی دیره. خاطر اینکه دیره خیلی دیره. خب من اگه این رو با دن بسازم و جمله گفتم جمله دلیل ما یا بعد از دن میاد یا بعد از وایل، من اگه اینو بخوام بعد از دن بگم چه شکلی میشه؟ wir müssen losgehen. حالا دلیلش denn es ist zu spät چون که خیلی دیر هستش. خب then باعث نمیشه که فعل شما بره آخر جمله و چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنین while در واقع فعل شما رو میفرسته آخر. نگاه کنین while es zu spät ist فعل شما رو میفرسته آخر ولی then نه. then es ist zu spät سر جای خودش میمونه. خب پس چی شد؟ دلیل قبل از deswegen میاد یا دلیل بعد از while و then میاد. بریم سراغ یه جمله دیگه. خب میگه خورشید میتابه به همین دلیل ما میریم
پیاده روی. بچه‌ها تابیدن، اولا خورشید چی میشه؟ دیزون مؤنث هستش، خورشید خانوم هستش. دیزون. تابیدن میشه چی بچه‌ها؟ شاینن تابیدن. خب به پیاده روی رفتن میشه چی؟ میشه اسپاسیرن گین بچه‌ها. خب اسپاسیرن گین. بسازیم اینو. خورشید میتابه، به همین دلیل ما بریم پیاده روی. خب دلیل پیاده روی رفتن ما چیه؟ اینکه خورشید میتابه. دیزونه scheint die Sonne scheint, deswegen gehen wir spazieren. به همین دلیل ما میریم پیاده روی. خب بچه‌ها حالا من این چیزی بگم این وسط. deswegen یعنی به همین دلیل، درسته؟ daher یعنی به همین دلیل. darum یعنی به همین دلیل. اینها یه معنی میدن. deswegen daher darum. دیگه چی داریم بچه‌ها؟ deshalb هم داریم. دیگه چی داریم؟ aus diesem Grund هم داریم. aus diesem Grund که کلا یعنی به همین دلیل. یعنی من این جمله رو میتونم با همه اینا بنویسم. چجوری بگم؟ die Sonne scheint. بذار کپیش کنم. die Sonne scheint. daher gehen wir spazieren. Oder die Sonne scheint. Zum Beispiel deshalb gehen wir spazieren. Ja, مثلا بیام بگم die Sonne scheint. Aus diesem Grund gehen wir spazieren. حالا مورد دیگه ای که هستش اینه که بچه‌ها ما اگر بیایم دلیل رو بعد از وایل بیان کنیم چه شکلی میشه جمله‌مون؟ در واقع ترجمهش این شکلی میشه. ما به پیاده روی میرویم چون که خورشید میتابد. ما به پیاده روی میرویم چون که چه اتفاقی افتاده بچه‌ها؟ خورشید میتابه. خب wir gehen spazieren. فعل ما spazieren gehen هستش بچه‌ها. wir gehen spazieren weil die Sonne scheint. خاطر اینکه آفتاب میتابد. بچه‌ها جمله دلیل ما die Sonne scheint بعد از وایل اومده. در واقع ما میتونیم این جمله دلیلمون رو بعد از در واقع دن هم بیاریم. wir gehen spazieren denn die Sonne scheint. خب الان شاید فکر بکنید بگین خب اگه وایل میاد فعل میفرسته آخر جمله، چرا این ساختار با وایل و دن شبیه هم شدن؟ خب دلیل داره بچه‌ها. چون جمله کلا دیزون شاینت هستش، یعنی میخوام بهتون بگم که جمله کوتاهه. اگه من الان بیام به این یه چیز اضافه کنم، یه جزء دیگه اضافه کنم، بگم ما به پیاده روی میرویم چون که بیرون خورشید میتابد weil die Sonne draußen scheint. Wir gehen spazieren, denn die Sonne scheint draußen. Sonne scheint draußen. میخوام بهتون بگم که اگر دن بیاد فعل در همون جایگاه دو خودش میمونه. خب اگر وایل بیاد فعل میره آخر جمله و به این شکل هستش. خب امیدوارم که تا اینجا چیز زیادی یاد گرفته باشید. قبلا بنده دن و وایل رو در مقایسه با هم دیگه توضیح دادم و همچنین در مورد دسبیگن مطالبی در کانال گذاشتم که جانم برای شما بگوید که این مطالب صوتی هستش. یه دونه جمله هم میگم براتون، شما به هر دو نحو
مثلا جناب به شما بگوید که بنویسینش. چی بگم. خب من موسیقی دوست دارم. به همین دلیل به کنسرت میروم. خب و جمله رو به این صورت هم بنویسینش. من به کنسرت میروم. چرا حالا؟ چون که موسیقی را دوست دارم. و جانم به شما بگوید که امیدوارم به دردتون خورده باشه. علی بودم از چنل علی دویچ و طبق معمول آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. شب روز شما در هر جای دنیا که هستید خوش.